امام رحمه الله كذلك از حدیث ابو هریره میبرد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعم رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی اینم فضیلتی که بدل اعلام میکند اهل حدیث به عند ابن حبان رحمه الله صحیح شنده حدیث ابو هریره میبرد که نعم صحابه ها میگن یا رسول الله من اقرب الناس الیک فی الجنه قال اکثرهم علی صلاة یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به میگن که یا رسول الله تو به کی از همه نزدیکترین آدم ها جنتنده ها یعنی سبحان الله یعنی آدم یعنی چیزای حیاتشنده تمنا میکند که یک بار رسول صلی الله علیه و سلم بینم گفته لیکن آدم ها بدهن که جنتند همراه رسول صلی الله علیه و سلم شب و روز یک جای میشن کی وای ها همون هایی که گفت که رسول صلی الله علیه و سلم من به بسیار صلوات میگفتگی ها من به بسیار سلام و صلوات میگفتگی ها علیه الصلاة و السلام هم به ابن حبان از این حدیث استنباط کرده میگوید که فیه میگوید نم فضل اهل حدیث این حدیث هنده چی وای فضیلت اهل حدیث های چی برای که اهل حدیث با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنن نمیخیل نه یعنی شب روز یعنی چی وای زبانشون ده چی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای که وای خود چی وای ها دیگه علمشون همین دیگه علم ندارن غیر از حدیث چی علم دیگه ها یعنی موسفید گفتو جن گفتو ایشان گفتو پریشان گفتو این خیلی گپ نیست اهل حدیثنده اهل حدیثنده فقط چه قال الله و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه هر باره که رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان بمیگنن صلوات میفرستن فهمیدید هم به این فضلی که این جنده فضل اهل حدیث های الحمدلله میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في ان يدع طعامه و شرابه یعنی این میگوید که آدمی که ماه رمضان انده نهار رمضان انده قول زور یعنی قول باطل قول دروغ قول باطل قول دروغ نموند و عمل یعنی قول زور گفته همش میاد در اینجا قول باطل قول دروغ شهادت زور و عمل به یعنی قول میگوید تو هم قول باطلش به عمل میکند یعنی همین عمل زشت قبیح بدش ترک نکند الله تعالی وای حاجت نه وای به چی حاجت طعامش میموند یعنی بر روزش گرسنه تشنگی کی الله حاجت وای به یعنی سبحان الله یعنی چی الله سبحانه و تعالی این چیز به حاجت یعنی الله سبحانه و تعالی این چیز به محتاج الله سبحانه و تعالی این چیز به محتاج یعنی محتاج نه این به چی الله سبحانه و تعالی محتاج نه این چیز به الله سبحانه و تعالی محتاج نه اذا این حدیث دلالت میکند که یعنی چی رمضان نه فقط از چی یعنی از خوردن نوشیدنی بلکه حتی چی از عملهای قولهای بد زشت و قباحت چی کردن یعنی خود نگاه داشتن از این چیزا دور کردن قول زور اعوذ بالله شهادت زور قول زور این یکی از گناههای کبیره حساب میشه رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که الا انبئکم باکبر الكبائر قلنا بلا قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا جلس ثم يقول وشهادة الزور ما زال يكررها حتى قلنا يا ليت سكت یعنی گفت که میخواهید که من شما از همه کبیره ترین کبیره های گناهش گفتید چی گفت که علیه الصلاة و السلام شرک شرک یکمش چی میشه یعنی شرک حقوق الوالدین پدر مادر به حقوق عاق شدن سومش چی شهادت زور قول دروغ شهادت دروغ این یکی چی است کلا گناه‌های چی کبیره حساب میشه یعنی هم بر رمضان انده یعنی آدم چی میشه یعنی رمضان انده آدم باید که چی شود یعنی از این قول ها از غیبت و تهمت و از همه چیز هم به حدیث نسائنده اومده ای که قول رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید صوم چی میگوید و صوم جنه میگوید و صوم چی است میگوید جنه سپر صوم یعنی چی سپر میگوید همین بعد سپر چی یعنی معناش چیز شیطه میکنه یا شاد میکنه خودت طيب روزه که چخیل شیط میشه تو به چخیل سپر میشه از جهنم یعنی از نور جهنم خودت نگاه میداری میگوید که هم به چیوای میگوید ولا تخرقوها میگوید بماذا بالغیبت با غیبت دروغ گپای بیکاری سپرهاتون شکاف نکنید
فهمید؟ همین رمضان رو نهار رمضان اندامید گپای بی فایده چه حاجت؟ یک علم مشغول شو، با طلب علم مشغول شو. فهمید؟ یا نه فهمیدید؟ همین بیانه آدم یک به چیزی فایده‌ناک میشه. والله اعلم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.